قدوس قدوس قدوس، ای خدای ازلی و ابدی و خدای یگانه. تو را که تنها خدای حقیقی هستی می ستاییم و در برابر بزرگی و عظمت تو صورت خیش را به خاک می افکنیم و می پرستیمت و تو را شکر می کنیم که این افتخار را به ما دادی تا به درگاه تو آمده و دعا و حاجات خود را نیز به تو عرضه کنیم. بارالها، اول از همه استدعا داریم که ترحم و بخشش خودت را بیش از بیش بر ما افزون فرما، زیرا اعتراف می کنیم که گناهکاریم و نیازمند رحمت و بخشش تو هستیم. قلب‌های ما را ای خدا از هر ناراستی پاک ساز تا بتوانیم تو را آنطوری که شایسته است عبادت کنیم. همچنین خداوند، در این ساعت محتاجان را و نیازمندان نان روزانه را به درگاه مقدس تو می آوریم و استدعا داریم که تو ای خدا حاجات آنان را عطا کن و نان روزانه همه ما را عطا فرما. و استدعا داریم خداوندا، اکنون که به تو روی می آوریم، به وسیله کلامت غذای روح و روان ما را عطا فرما تا ای خدا در عالم معنویت رشد و نمو کنیم. این تمنا و دعا را به نام عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11مین قسمت از انجیل مقدس. برادران عزیز، خواهران و یاران مهربان، امیدوارم که حالتان خوب باشه. اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان که بخش 11 از انجیل مقدس است بگشایید تا در ادامه مطالعه این رساله حیاتی از فصل 2 آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و طریق زندگی شایسته و مسیحایی که مقبول پسند خدا است را بیابیم و در آن زندگی کنیم. حضرت پولس این رساله را برای مسیحیانی که در شهر فیلیپی زندگی می کردند می نویسه. آنان اولین کلیسای مسیح را در اروپا تأسیس کرده بودند و این خود حضرت پولس بود که در سفر بشارتی دوم خود برای اولین بار پیام انجیل مقدس را از طریق شهر فیلیپی به اروپا آورد و به وسیله رسانیدن پیام انجیل مقدس به مردم این شهر، گروهی از بت پرستی و خدا نشناسی دست کشیده و به سوی خدا یکتا روی آورده از منجی زنده عیسی مسیح پیروی و زندگی او را سرمشق و الگوی خود قرار داده بودند. پولس رسول از اینکه میدید که به راستی این افراد از نو تولد شدند و عادات و روش بت پرستی را ترک کرده، صادقانه در پی یک زندگی مقدس و مقبول پسند خدایند بی اندازه شادمان بودند و خدا را بارها و بارها به خاطر فیض عظیمش نسبت به آنان شکر می کند. چند سال پس از اینکه پولس بشارت مسیح رو به این شهر رسانیده بود، سرانجام به وسیله متعصبین یهود در شهر اورشلیم زندانی میشه و چون رفع دعوی به قیصر روم میکنه، او را از اورشلیم به امپراتوری روم، به حضور امپراتوری روم یعنی به شهر روم میفرستند و او را در زندان مخصوص امپراتوری روم منتقل کرده و او منتظر حکم قیصر میشه. وقتی در زندان قیصر بود، مسیحیان فیلیپی کشیش کلیسای خود را همراه با نامه‌ای به حضور پولس رسول میفرستند تا او را دلداری داده و پشتیبانی خود را نسبت به او ابراز بدارند. در پاسخ نامه این مسیحیان، حضرت پولس این رساله بسیار پرمعنی و الهامی رو می‌نویسه و ما با کمک خدا مطالب آن رو براتون بازگو خواهیم کرد. در فصل اول پس از مقدمه و ستایش خدا به خاطر ایمان این افراد،
حضرت پولس فلسفه زندگی یک شخص مسیحی رو بازگو می کند و از ایمانداران می خواهد که در هر مرحله و در هر حالتی که هستند همیشه به مسیح چشم بیندوزند و از او الهام بگیرند و بدون هیچ ترسی با شهامت و قدرت خدایی مژده حیات بخش خدا را به سمع گناهکاران برسونند و در این صورت قدرت خدا را در زندگی خود خواهند دید و خواهند دانست که خدا یکتا با آنهاست. او آنان را تقویت میکنه و میگوید مبادا به وسیله تهدیدات دشمنان خدا و یا جفاهایی که بر شما وارد میکنند شما از رسانیدن پیام نجات انجیل به گناهکاران باز ایستید، بلکه بدانید وقتی بشارت انجیل را میدهید خداوند حضورش را به شما ثابت میکنه و این برای آنان نشان هلاکت، اما برای ما که مسیح رو اعلام میکنیم دلیل نجات و پیروزی است. و بعد خواهش میکنه که همیشه متحد و یک دل و یک فکر و یک رأی باشید تا با اتحاد و یگانگی در زندگی شایسته‌ای که مسیح از شما انتظار دارد قدم بردارید. میفرماید ای ایمانداران عزیز، خود شما شاهد هستید که من به خاطر بشارت انجیل زندانی هستم و احتمالاً به زودی کشته می شوم، ولی من از مرگ نمی ترسم. برعکس برای من مردن مسیح است، یا اگر بمیرم پیش مسیح می روم و اگرم زنده بمانم برای او زندگی می کنم. پس شما نیز باید هدف و فلسفه زندگیتون این باشه که مسیح رو همیشه پیروی کنید که این خواست خدا برای همه شماها می باشد. پولس رسول امر می کند که فکر مسیح رو در افکار خود داشته باشیم و ما که خود رو مسیحی می خوانیم نباید از این هدف مقدس دور باشیم. فکر مسیح به وسیله مطالعه و فهمیدن روش زندگی او میسر است و دعای من این است که دوستان عزیز شما دائما کلام خدا را بخونید تا ببینید که عیسی مسیح که کلمه خدا بود، که مظهر خدا یکتا بود و قدوس و شایسته خدا بود، چگونه فکر میکرد و چگونه رفتار مینمود. خیلی ها هستن که خودشون رو مسیحی میخوانن ولی بویی از مسیحیت نبردن و گروهی هم خیال میکنن که چون در خانواده مسیحی تولد شدن بنابراین مسیحی هستن. خیر دوستان عزیز، هیچ چیزی شما را مسیحی نمیکنه جز اینکه خودتون شخصا به مسیح ایمان بیاورید و از او پیروی کنید و او را بشناسید و مثل مسیح زندگی کنید. زیرا به هر حال کلمه مسیحی به معنی کسی است که مثل مسیح می باشد و این فلسفه زندگی ما نیز باید باشد. راستی چرا ما باید فکر مسیح رو در خود داشته باشیم و مثل مسیح زندگی کنیم؟ در این فصل حضرت پولس به یکی از عمیق‌ترین سوال در عالم الهیات پاسخ میده و شخصیت عیسی مسیح رو بر ما آشکار میکنه تا نشون بده که چرا من و شما باید از مسیح پیروی کنیم و در حقیقت چاره دیگر نداریم اگر واقعا طالب خوشنودی و رضامندی خدا هستیم، زیرا او تنها و یگانه منجی بشریته. و ای دوستان عزیز، شاید این فصل برای بسیاری از شما فصل لغزش هم محسوب بشه. چرا؟ چون برای درک آیات این قسمت از کلام خدا ما باید از خدا تمنا کنیم که پرده‌ای که مانع درک چیزهای روحانی است رو از افکارمون برداره، نقاب افکار جسمانی رو از ما دور کنه تا امور روحانیت را به وسیله روح او درک کنیم. زیرا پولس درباره عالم ربانی و روحانی که برای بسیاری از ما کاملا ناشناخته می باشد صحبت می کنه و اگر ما از خدا تمنای عطای بصیرت و فهم روحانی نکنیم هرگز به عمق و اهمیت و بزرگی این آیات پی نخواهیم برد. ولی اگر خداوند ما را از روح قدوس خودش بهره‌مند کنه و با فروتنی طالب او باشیم و آماده پذیرفتن مکاشفه آسمانی باشیم، به یقین او خواسته های ما را مستجاب می‌فرماید. در 4 آیه اول حضرت پولس روش زندگی مسیحایی رو نشون میده که از شما دعوت میکنم به آیات توجه کنید. می‌فرماید بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت است، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب نکنید، بلکه با فروتنی
دیگران را از خود بهتر بدانید و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. حالا قبل از اینکه تفسیر آیات رو به عرضتون برسونم، اجازه میخوام که از ترجمه تفسیری این آیات رو یک بار دیگه براتون بخونم. رسول خدا میگوید: آیا ممکن است مسیحیان همدیگر را دلگرم و بنا کنند؟ البته که جواب مثبته. و آیا شما ای مسیحیان فیلیپی مرا اینقدر دوست دارید که بخواهید به من کمک کنید؟ آیا احساس میکنید که ما برادریم و از یک روح برخورداریم؟ آیا دلسوز و همدرد یکدیگر هستید؟ اگر اینطور هست به همدیگه محبت کنید، چون اگر به همدیگه محبت کنید در حقیقت به من کمک کرده اید و قلباً با هم توافق داشته باشید، همدل و هم فکر باشید تا واقعاً مرا خوشحال کنید. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خودتون بهتر بدانید. فقط به فکر خودتون نباشید، بلکه به کار و بار دیگران نیز علاقمند باشید. دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید رسول خدا روش زندگی یک مسیحی رو داره توضیح میده. آیه اول با کلمه بنابراین و اگر آغاز می شود که صحبت از نتیجه گیری و یا خلاصه مطالبی است که در فصل اول بیان کرده. یعنی حالا که شما مسیحی هستید و می خواهید فکر مسیح رو داشته باشید، باید اینطور زندگی رو داشته باشید. پولس در اینجا شرط قائل نمیشه، بلکه نتیجه و یا نتیجه عقلانی که بر اثر آنچه بیان کرده است رو برای ما بازگو می کند. برای همین است که لغت بنابراین رو به کار میبره که میشه به جای آن کلمه چونکه نیز به کار برد. چونکه با مسیح مشورت میکنید و یا چونکه فکر او را دارید و یا چونکه اعتماد و آرامی و محبت هست و چونکه رحمت و تسلی در او میباشد. نتیجه این چیزا این است که در آیات 3 و 4 و 5 ذکر گردیدی که باید از آن اطاعت کنیم. خیلی جالبه که ببینیم برای شخص زندانی و محکوم به مرگ چه چیزی شادی می آورد. پولس می دانست که هر آن ممکن است به خاطر مسیح شهید بشه، ولی می گوید من در خداوند شادی می کنم، خدا را شکر می کنم که در مسیح هستم و برای مسیح زندگی می کنم. ولی ای ایمانداران عزیز، شادی من بیشتر میشه اگر ببینم که شما عملاً از انجیل مقدس پیروی می کنید و عملاً از دستورات مسیح زنده اطاعت کرده و بدین وسیله به همه جهانیان ثابت میکنید که انجیل مقدس حقیقتاً تنها راه حقیقی و یگانه روش زندگی خداپسندانه می باشد. اطاعت شما از انجیل مقدس شادی مرا بی نهایت افزون می گرداند. شادی من زمانی زیادتر میشه که شما مثل من فکر کنید و یک دل و یک جان باشید و همان محبتی که خدا به شما داده است رو نسبت به یکدیگر نشان بدهید. یک دل و یک فکر بشوید، یعنی هر نوع اختلاف، حال اختلاف طبقاتی باشه یا نژادی یا مادی یا جنسی یا دانش باشه، از بین ببرید. هیچ کس خودشو برتر از دیگری نداند. ببینید اون نمیگوید از یکدیگه کپی کنید و یا مثل هم باشید، بلکه مقصود این است که هر چیزی که سبب حقارت و یا برتری بودن میشه از خودتون دور کنید. دیگران را تحقیر نکنید. متحد باشید، یک رأی و یک دل باشید و فکر مسیح رو داشته باشید. و دوست من، وقتی که ما فکر مسیح رو در خودمون داشته باشیم، خدای مهربان به هر یک از ما عطایا و استعدادهای مختلفی عطا میکنه که همه این عطایا برای یک هدف اصلی به کار برده میشه و آن جلال دادن نام مقدس خداونده. ممکن است حتی در تفسیر آیات با هم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی این امر هرگز عامل نفاق و جدایی و تفرقه نخواهد بود. اگر به خاطر داشته باشید، حضرت پولس قبلا نیز به آنچه که در آیه 3 ذکر شده است اشاره کرده بود که هیچ چیزی رو ما نباید از راه تعصب و عجله انجام بدهید. و دوستان عزیز، تعصب داشتن غالباً باعث نفاق و جدایی و جنگ و ستیز بوده و می باشه. خدا یکتا خودش در کتاب تورات نیز مردم را از تعصب داشتن باز داشته و حالا حضرت پولس یک بار دیگر توجه ما را به این صفت ناشایست و جاهلانه معطوف میکنه. چرا؟ چون میدانه که امروز نیز این صفت در قلب خیلی از مردم وجود داره.
تعصب را شاید به پرده سیاه و دیوار ضخیمی تشبیه کرد که فکر بشر را محدود و جدایی بین او و حقیقت خدا و دیگران به وجود می آورد. غالب تعصب‌ها سرچشمش غرور و خودخواهی می باشه، زیرا شخص حاضر نیست بپذیرد که در اشتباه و یا در خطاست و یا حاضر به قبول ضعف و عیب در خودش نیست و یا حاضر نیست که قبول کنه ممکنه عقیده‌ای که به آن معتقده اشتباه باشه. به زبان دیگر چشم خود را نسبت به حقایق می پوشاند و کورکورانه عمل می کند. همه ما شاهد نتایج تعصب آور آنانی که در تعصب عمل می کنند بوده و هستیم و ثمره تعصب جهالت، عقب افتادگی، خرابی و ویرانی و جدایی و نفاق و حتی آدم کشی که خود شاهد آن می باشیم. ثمراتی که به هیچ وجه خدا از آنان راضی نیست و جای تأسف است که تقریبا همه انسان‌ها به هر حال بذر آن را در قلب خود دارند و زمانی خواهد رسید که رشد میکنه و فکر و عقل آدمی رو تسخیر میکنه اگر آن بذر را از خود دور نکنیم. حضرت پولس میگه این بذر نفاق و جهالت را قبل از اینکه رشد کند از خودتون دور کنید. دوست عزیز، شاید شما ببینید که چقدر تعصب افراد باعث ویرانی شده. شاید خودت شاهد این بودی که تعصب نابودی میاره و متعصبین را محکوم کنی و آنان را حتی دشمنان بشریت بخوانی، ولی هیچ وقت متوجه نباشی که خودت نیز این صفت ناشایسته رو داری. اگر خواهان این هستید که مطابق خواست خدا از این صفت پلید آزاد بشید، بهتر است هر چه زودتر از خدا بخواهید که به شما کمک کند تا با فروتن شدن آن را از شما دور نماید. یادت باشه که اگر کسی از عقیده شما انتقاد کنه و یا شما را به خاطر نوع زندگیت مورد نکوهش قرار میده و یا کسی کتابی یا مطلبی درباره ایمان و اعتقاد شما بنویسه، اگر شما نفرت و خشم در وجودتون بلافاصله شورور بشه و فوراً قصد نفرین و حتی نابود کردن اون شخص رو داشته باشید، بدانید که هنوز بذر تعصب در وجود شماست و نه محبت، زیرا خشم و نفرت و انتقام و عجله کردن همه از صفات تعصب می باشه. پولس رسول نه فقط امر میکنه که تعصب و شتاب زدگی را از خودمون دور کنیم، بلکه میگوید با فروتنی دیگران را بهتر از خودمون بدانیم. به زبان دیگر به جای تعصب محبت را در قلب خود رشد بده. فروتنی و برتر شمردن دیگران از ثمرات محبته. و در رساله به قرنتیان در وصف محبت حضرت پولس میگوید کسی که محبت دارد صبور است و نه عجول که صفت تعصب می باشه. مهربان است، حسود نیست و به کسی رشک نمی ورزد، هیچ وقت از خودش تعریف نمی کنه و مغرور هم نمی باشه که همونطور که می دانیم غرور یکی از صفات تعصبه. میگه هرگز خود رو بالاتر و بهتر از دیگران نمیدونه اگر محبت حقیقی در قلبش باشه و خودخواه و بی‌ادبم نیست. کسی که محبت داره پرتوقع نمی باشد و از دیگران انتظاری بیجا هم نداره. آدم عصبی و زودرنج نیست، کینه به دل نمیگیره و هرگز از بی‌انصافی خوشحال نمیشه، ولی وقتی خوشحال میشه که راستی و عدالت پیروز میشود. دوست عزیز، شما میتونید این صفات شایسته و خداپسندانه رو در قلب خود داشته باشید. اگر تعصب دارید، امروز از خدا تقاضا کنیم که این تخم و یا این بذر تعصب را از ما دور کنه و به جای آن میتوانید صفات خدا را بپذیرید. شما نمیتونید صفات شایسته محبت، صفات پسندیده خدا را در قلب خود داشته باشید اگر بذر تعصب در قلبتون داره رشد میکنه. واقعیت اینه که امروز من و شما یا در تعصب و جهالت فکری هستیم و در نتیجه زود رنج و خشن و زود عصبانی میشیم و حاضر به پذیرفتن عیب‌ها و نقص‌های خودمون نیستیم، و یا بذر محبت که از خداست در قلب خود داریم که حتی حملات و انتقادات دشمنان را با آرامی میپذیریم و کوشش در رفع عیب‌های خود میکنیم. احتیاجی نیست که به من بگویید که شما جزو کدام دسته یا گروه هستید. چرا؟ چون اعمالمون مثل آینه است که این حقیقت را آشکار میکنه. فقط این را بدونید دوستان عزیز که یک شخص مسیحی هیچ وقت از راه تعصب و شتاب زدگی نباید فکر کنه و عمل هم نکنه. در عوض به وسیله صبر و حکمت خدایی و فروتنی با مسائل زندگی روبرو میشه و آن را حل میکند.
آیه 4 روی یک کلمه میچرخه و آن دیگران است. میگوید و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکنه، بلکه هر کدام کارهای دیگران را. دوستان عزیز، این یکی از مهمترین صفت و روش زندگی و فکر ما مسیحیان باید باشه. اصولا انسان خودخواهه، خود رو شخصی مهم و برتر از دیگران میدانه. فکر خودش، راه و روش خودش رو درستتر از دیگران دانسته و پذیرفتن این مطلب که دیگران ممکن از او بهتر فکر کنن و یا شایستگی بیشتری داشته باشن و یا آنها در راه راست هستند و او در راه غلط تقریبا غیر ممکن و محال است. ولی عیسی مسیح تعلیم میده که ما متوجه اعمال و رفتار دیگران باید باشیم. به زبان دیگر آنها رو باید تحسین کنیم، تشویق کنیم، اما نه اینکه تظاهر بکنیم، بلکه حقیقتا بپذیریم که دیگران هم به همان خوبی بلکه بهتر از ما میتوانند فکر کنند و عمل نمایند و یا کار را بهتر از ما انجام بدهند. وقتی که در تهران در یک مؤسسه دولتی کار میکردم، با همکارانی که در یک سطح استخدامی بودیم هر روز غذا میخوردیم، صحبت میکردیم، از احوال خانواده یکدیگه میپرسیدیم و انگار دوستان صمیمی و فدایت شوند بودیم. ظاهرا همدیگر رو خیلی دوست داشتیم، به خانه همدیگر رفت و آمد داشتیم، نان و نمک همدیگر رو میخوردیم، ولی هیچ کداممون چشم این را نداشتیم که فقط یکی از ما رتبه بگیره و یا بالاتر بره. همه خودمون رو بهتر از دیگری میپنداشتیم، چشم نداشتیم که ببینیم یکی از ماها به مقام ریاست برسه و ما در همون سطح بمونیم. چرا؟ چون میگفتیم اگه کسی باید رئیس بشه آن شخص من هستم، من لیاقت اون رو دارم، نه فلانی. حضرت پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، شما که از عیسی مسیح پیروی میکنید اینطور نباشید، زیرا این روش زندگی مسیحی نیست. خدا کند که به این حقیقت مهم ولی دردناک پی برده و از آن اطاعت کنیم. آیه 5 و 6 رو براتون میخونم. میگوید پس همین فکر در شما باشد که در عیسی مسیح نیز بود. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. دوستان عزیز، حضرت پولس از این آیات شروع به تشریح مقام روحانی عیسی مسیح می کند. ببینید، هدف او این نیست که در اینجا مقام و الوهیت مسیح رو ثابت کند، خیر، بلکه یادآوری به ایمانداران است که بدانند که چرا و چگونه مسیحاوار باید زندگی کنند. وقتی او از مسیحیان می‌خواهد که از تعصب و شتاب زدگی و غرور و ریا و خودخواهی دست بردارند، حالا می‌خواد به آنها یک نمونه بده. به آنها میگوید شما باید افکاری که مسیح در خود داشته در خودتون داشته باشید. و در آیه 6 با بیان نزول مسیح به این عالم اشاره به این فروتنی مطلق میکنه که چگونه مسیح به معنی کامل فروتنی رو پیشه و راه و روش خود کرد. برای درک آیات بایستی بفهمیم که چرا پولس رسول این موضوعات رو پیش میکشونه. پس دوستان، دلیل بیان مقام و مکاشفه و الوهیت مسیح در این آیات اینه که نشان بدهد که چگونه یا چقدر مسیح حاضر شد فروتنی رو به درجه کامل آشکار کند تا روش زندگی ما نیز آنطور باشد. تأکید او در آیه 5 که شما هم عیناً مثل عیسی مسیح فکر کنید. در آیه 2 از فصل 4 رساله به افسوسیان این موضوع اینطور بیان شده است که التماس میکنم که شما فروتن و نجیب باشید، همدیگر را تحمل کنید و به خاطر محبتی که به همدیگه دارید اشتباهات یکدیگر را ندیده بگیرید. در این آیات حضرت پولس به 7 درجه و یا طبقه از فروتنی مسیح اشاره میکنه. همچنین در این آیات است که ما با موضوع الوهیت و مقام مسیح نیز روبرو میشویم که بزرگترین نقل قول و فلسفه الهیات مسیح نیز محسوب میشه. عرض کنم قدم اول فروتنی که مسیح برداشته در اینجا در کلمه خالی کردن یا خالی شدن است و برابری با خدا بودن. دوستان عزیز، میدانم که برای ما ایرانیان که هنوز از کلمات فیضبخش خدا مستفیض نشدیم ممکن است با شنیدن این کلمات سوء تفاهم‌هایی پیش بیاد، ولی اجازه بدید که عرض کنم مقصود ما مسیحیان و مقصود کلام خدا از این آیه که چون مسیح در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، این نیست که استغفرالله ما انسانی را خدا کرده باشیم و خدای نکرده
عیسی را به مقام خدایی رسانیده باشیم و یا به بیش از یک خدای واحد و قادر مطلق ایمان داشته باشیم. خیر، ببینید ما مسیحیان به یک خدای واحد قادر مطلق ایمان کامل داریم، خدایی که نه نیازمنده، نه شریک داره، نه محتاج به چیزیه و نه اینکه احتیاج به بندش داره. بلکه در اینجا حضرت پولس داره صحبت از مکاشفه عظیم و بزرگترین مکاشفه خدایی به بشر می نماید و آن تماس خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بی شریک، خدای قادر مطلق با بشره. ببینید کتاب مقدس تعلیم میده که بشر نمیتونه با عقل و حکمت و دانش خودش خدا یکتا رو بشناسه و تنها راه شناخت خدا این است که خود خدا یکتا خیشتن را به انسانها بشناساند. علت بت پرستی این بود که مردم چندان اطلاعی درباره خدا نداشتند و یا به غلط درباره خدا کلمات را تعبیر و در نتیجه یک برداشت نادرستی از خدا میکردند و کم کم برای خودشون در سرشون یک خدای خیالی پرورانده و آن را عبادت می نمودن. و خیلی از مردم دنیا امروز نیز در قرن 20 چنین تصوری دارند. حالا آنچه که حضرت پولس در این آیات اشاره میکنه در حقیقت اشاره به مکاشفه خود خدای یکتا به بشریته که خود خدای تعالی، خدای قادر مطلق، نه از روی اجبار بلکه از روی میل و اختیار و محبت عظیمی که نسبت به بندگان خود دارد تصمیم گرفت یا اراده نمود که خیشتن را تا حدود زیادی به بشر آشکار کنه تا آدمی بتواند او را آنطور که هست بشناسد و ما بتونیم خدای حقیقی، خدای واحد را آنطور که هست و نه زاید خیالات افکار بشری بشناسیم و او را عبادت کنیم. و به قول کلام خدا، پروردگار مهربان برای این راه اینطور خود را آشکار می کند که کلمه جسم گردید و در میان ما ظاهر شد. خدا خیشتن را در مسیح آشکار می کند. با کمک خدا در برنامه آینده در این مورد با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.